دوستان عزیز سلام علیکم. 16 июли соли 2026 قرار داریم در ناحیه فرخور در پیستازور اکای حاجی شریف محمد شریف. اکای شریف سلام علیکم. اکای شریف در اینجا چند هکتار شما پیستازور داره؟ نبینید چقدر کلان است. نمیتواند این طرف اون طرفش آخرش 20 همگی چند تا سیت داشتید؟ 30 تا زیادتر. این پیستای شما علاقه در بهره در اومدگی درست؟ پیشش ها؟ این که دونامایده این سورت کجا؟ محلی خودمون. محلی خودمون حاضر یک دیگه نشون دادید که دوناش کلان بود. این دونامایده. وای دو سورت ها؟ وای. انا اینجا آبم نمیچه که ها یا آب میته؟ نه آب تا 3 سال دادیم تو وقت پیوند گذاشتن دیگه ندادیم. پیوند کده گدامشه. همین اکه اسماعیل کدام پیوند همشه. کس پیوند داره. این آخی یکم ترک آب تید آخی این جون گرفت بیچاره چی با آب نمیته؟ آب نیست. شرایط نیست ها؟ این پرو پرتوی دو اگر پوبل کنه اگر همون آب دودگی بری میشود بهار. اکای اسماعیل اکن تلفن تون چند برای پیوندگر رو دونن؟ 988 13 35 03 988 13 35 03 بله. دویمش های ما یک نمبر داریم 988 13 35 03 13 35 03. دوستان عزیز یک جان تشکر میگم با اکای حاجی شریف با شما یک جان تشکر. چیل شد که شما کی اینا پیش رو کرد شما که در همه خیلی زمینو پیستا کاری کنید شما چی وادار کرد؟ این رئیس ملی خانم برای وطن عبود کردن ما خواستیم که این وطن برای می درخزار کنیم. شما البته این با امید فایده ای نیست و فقط ما فقط برای پیشرفت تاجیکستان جوانی همین چیلده حواس که داشتیم درخت پروری. خدا خواهد 2 سال پس اینجا فایده کلان میگیرید ان شاء الله. نصیب باشد. پیستا مالی قیمته. همدوران عزیز اکای حاجی شریفی ما از پیستا پروری ایران یگان کمودی ندارد. اینا ببینید پیستاش پیشش در بهره در اومدگی این پول پیستا شده است اینجا فقط بیچاره آب ندارد اینجا در لالمی کرده است است دیدید 2 سال اول. حاضر من سوال میکنم که وزبینی هم پیستا پروری چند سال است؟ اکای اسماعیل اکای حاجی شریف همین وزبینی پیستا پروری چند سال است؟ وزبینی پیستا در حالت یعنی اولش 3 سال 3 سال همین محنت خوب کنی مثال خوب حاصل هم میگیریم بعد با درخت رشد کنه همین 3 سال محنتی خوب در کنه بعد اون طرف اون طرفش بعد آسان میشه وقتی که با حاصل بگیره و وقت خوش میشه دیگه یعنی را میگه با خودم گرفتگی ما دروش حواسمند نیستیم در همین حواسمندیم که همین وطن ما عبود میشه و ایروی همین ما در همه که جو همین کوشش مون میکنیم که پیستا پرورش کنیم. امروز بود هوا چند گرادوس؟ 43 گرادوس تا 44 گرادوس. 44 گرادوس شما برآمده در میدان کار میکنید؟ بله. شما خدایا در پناهش نگاه دارد. این خیلی شما شخصای مهنت پرور تاجیکستان ما جوانان هم خیلی مهنتی انک باور کنید حالی همین تلو تپوی ما با مانند شما هم خیلی میکنند. این رو ببینید من بردارم اگر تلو تپو ببینید هم همونجا پیستا است. من خیلی شنوندگی اکنون یک پیستا از اول تو پیوندش تست گپ زنید که تلفن جوش شد یعنی که در کلوک پرورش کرده یا در کلوک پرورش میکنیم بعد از کلوک میگیریم در زمین پرورش این هم شنونده میگیریم سال سیومش و بعد تا پیوند میاد. ما پیوند خوب دینم داریم هم نیچه پیوند داریم هم برگ پیوند داریم و هم خاطر ما برگ نیچه پیوندش خوبتر است که تو ما این ماهی نه آگوستی را تا 1 متر 1.5 متر نافده میکنم نیچه پیوند خوب با خفاگر انشالله خوب با اینجا پیوندش هم خوب میوید. ما با هم خاطر همین کوشش میکنیم که همین خلق خمونده دستگیری کردن در چیشمان زمینای لالما را بسیار همین پیستا پروری کنیم بخاطر هم رحمت شما ده همین کلوک شنونده زمین به آب باشد چی کارو کردن در کار که همچون آبی با بوی رسد وقتی که زمین به آب باشد در حالت به آبی همین گردش علف نکند پوبل کنیم زمین هم ملایم کنیم پرو بتیم مثل داروش هم تیم خوب رشد میکنه. گردش علف پرتم چی علف درویدگی؟ علف درویدگی را پرتن برای او خوب میشود. درویدگی را پرتن وقتی که گردش علف کرد اون نم میکشه میگیره. با اون خاطر ایو برآمدش اجازه نتین در گردوی یعنی که درو کنیم و در گردش همچون مولچه میگن همچون پرو پرتیم علف استاد نم خپد. هم پرو میشود هم علف. هم دیوران عزیز این بود مسئله توی ما اویدی پیستا پروری در پناه خدا باشد با خدای معقول باشد یک لایک مونید برای روی خاطر اکای اسماعیل برای روی خاطر شما بچه‌ها میبینیم که چند تا لایک میمونن.
رحمت بر شما.